وایسا نظم بدی. میخوای به ایتالیایی اختیار داری؟ خواهش میکنم یاد بگیری. پس با من باش. ما بونجورنو. اگر میخوای بدونی در جواب تشکر چه چیزایی به ایتالیایی میخوای بگی، پس با من همراه باش. تشکر به ایتالیایی همونطور که قبلا گفتم میشه گراتزیه. حالا 5 تا کلمه وجود داره که میتونید جوابشو بدی. یکیش پرگوه، یعنی خواهش میکنم. دومیش نونچه دیکه، یعنی قابل شماره نداره. سومیش دی نینته یا دی نولا، اینم میشه برای هیچ چیز، یعنی تو تشکر میکنی برای چه چیزی مثلا. اونم یه تشکره. بعدیش میشه گراتیه اته، یعنی از تو متشکرم. و در آخر اختیار دارین، میشه فیگوراتی، اختیار دارین. بچه‌ها مرسی که ویدیوی منو لایک میکنین، منو به دوستاتون معرفی کنین و ciao ragazzi.